سلام و وقت بخیر حضور شما همراهان گرامی. با ما باشید با خبرهای امروز سه‌شنبه 20 فروردین 98 خورشیدی. مرگ نوجوان پاوه‌ای بر اثر سقوط در گودال. روز گذشته یک نوجوان 12 ساله با هویت ژیار غفاری اهل روستای نروی از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در محل گودال برداری منازل مسکونی شهرک ظفر پاوه که از آب باران انباشته بود سقوط کرد. این نوجوان به دلیل عمق آب و ارتفاع در دم دچار خفگی شد و جان خود را از دست داد. فقدان ایمنی کار در شوش 6 کشته و مصدوم بر جای گذاشت. فقدان ایمنی کار، مرگ و مصدومیت 6 کارگر در شوش و 11 مصدوم در تصادف سرویس حامل کارگران را به همراه داشت. روز گذشته و امروز در سایه فقدان ایمنی محیط کار 3 کارگر مصدوم و 3 کارگر جان خود را از دست دادند. همچنین در حادثه دیگر 11 تن از کارگران شاغل در یک واحد کشاورزی در استان خوزستان که شامل 7 زن و 4 مرد بودند بر اثر تصادف مینیبوس حامل کارگران با یک دستگاه نیسان دچار مصدومیت و جراحات شدیدی شدند. لازم به ذکر است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. افزایش نجومی حق بیمه کارگران. حق بیمه کارگران به صورت چشمگیر و قابل توجهی افزایش نجومی داشته است. بیمه کارگران ساختمانی که در سال گذشته 100,000 تومان بود، امسال با افزایش نجومی به 153,000 تومان رسیده است. این افزایش نجومی در حالی است که تفاوت‌های قابل توجهی میان کارگران شرکتی و کارگران ساختمانی وجود دارد و این دسته از کارگران از مزایایی همچون بن کارگری، بیمه کارفرما، هزینه درمان و غیره برخوردار نیستند. اگر رکود در ساخت و ساز و کاهش روزهای کاری، افزایش تعداد کارگران روزمزد، کاهش قدرت خرید و غیره در نظر گرفته شود، متوجه خواهیم شد که سال 98 سال سختی به مراتب سخت‌تر از سال گذشته برای کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که ایمنی در محیط کار برای این دسته از کارگران به مراتب کمتر از کارگران شرکتی است. تمدید تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران از طرف اتحادیه اروپا. شورای اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران، تحریم‌های حقوق بشری علیه این کشور برای 1 سال دیگر تمدید شده است. این تصمیم در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرفته شد و مطابق آن تحریم‌های اعمال شده تا 13 آوریل سال 2020 اعتبار خواهند داشت. این تحریم‌ها که برای نخستین بار در سال 2011 به تصویب رسیدند، شامل اسامی 82 فرد و نهاد ایرانی دخیل در نقض حقوق بشر می‌شوند که عمدتاً در سرکوب معترضان در جریان ناآرامی‌های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران دخیل بودند. عزیزان و همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.